مفتخرم اعلام کنم که در آخرین روز مدیریت بنده آخرین روز مدیریت بنده مرد. بله بله. خب کوچی گنگ خب طی چند روز فعالیتی که داشتم خب بری. خب تونستم کارخونه رو تکمیل کنم. این کار خونه کار این کار خونه است. کار حیات هم نیست. او وسایلش کو؟ کار بیرونه. یاش این اسکلت اولیشه. دروغ میگی به خدا دروغ. داداش شما خداحافظ. تموم شد اینجا بیا من اینجا توضیح بدم. آقا اینجا راه روه. خب از اینجا خب من میتونید دوست دارم از این محصولاتتون در رو بیام. اینجا بخش سوسیسه. اینجا بخش شیروپنه. خب شیروپنه که تولید شد کامیونا میان اینجا وای میستن. کامیونا میان اینجا وای کامیونا، چند خب. نفریم؟ خب از اینجا محصولات رو ما میبریم. حالا این برم میوای مثل چی؟ میوای مثل موز، هلو، شلیل دیگه. هلو؟ نه هلو و شلی شله. بده بیا یه گزارش کلی ارائه کنم. بس شروع شد. ما رو ول نمیکنه. نمیخوادم. در دوران مدیریت بنده پارکینگ افتتاح شد. عزیزم دارم صحبت در می‌کنم. دوران مدیریت شما یه یدک گم شد. اونو پیدا اون کن. به عهده خودتون مسئولیتش رو کارمندان. دوران مدیریت بزداری افتتاح شد. همتون میتونید ببینید چند فرد. همتون میتونی بری توی زندگی کنی گوجی. بله شما Ela vira mortal, ela vira mortal, ela vira mortal, vira mortal. دوران مدیریت بنده تعداد گاوها به چه حدی رسید؟ خودت هم حساب کن. خونه افتتاح شد. در دوران مدیریت من گلخونه افتتاح شد. خونه افتتاح شد. اصلا همه چی رو من زدم. این همه چیز رو عوض نمیکنه. من هنوز با تو مشکل تموم شد. خیلی تاثیرگذار